یه جوانی رو من دیدم داره تلاوت میکنه، زیبا تلاوت میکرد. بعد میدیدم که این قرآن رو هر چند آیه‌ای که میخونه بلند میکنه، میبوسه. من چند لحظه نگاه کردم چقدر زیبا میخونه. مزاحمش نشدم تا تلاوتش تمام شد. گفتم از کجایی برادر؟ گفت من از ترکمنستانم. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ قصه من درازه، بیا بریم با هم یه چای بخوریم. رفتیم نشستیم. گفت من یک شکست عشقی و یک شکست احساسی تو زندگیم خوردم. قصهش مفصل بود، ما دانشجو بودیم، چنین شد چنان شد، نامه‌هایی از یک محبوب من میرسید، هر جا اسمش بود بوسه میزدم، چنین چنان، تا اینکه او مرد و با مردن او الله من رو با خودش آشنا کرد. گفتم بیام با خدای این آشتی کنم. حالا وقتی قرآن میخونم یادم از اون نام ها میاد، میگم عشقی که با اون نامه داشتم چرا با کلام ربم ندارم؟ اسم او رو میبوسیدم، چرا هر جا اسم الله تو کلام او میاد نبوسم؟ حالا برای من همه دنیا شده همین کلام.